امروز صحبت تلفنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری کره جنوب لی جه میون برگزار گردید. در آغاز صحبت سرور دولت ما جنوب لی جه میون رو با مناسبت انتخاب گردیدنشون با مسند عالی پرزیدنت جمهوری کره بار دیگر تبریک نمودند. جانبها حالت امروزه و دورنمای مناسبت‌های دو جانبه و بسیار جانبه دو کشور را بررسی کردند. مسائل رشد منبع آنها در مرکز دقت جانبها از جمله همکاری در ساحه‌های رقم‌کنونی، صنعت‌کنونی، سرمایه‌گذاری، مهاجرت مهنتی، معارف و دیگر سمت‌های فرهنگی و گومانیتری قرار داشت. در این زمینه پیشوای ملت نقش سازنده اگنتی کره اید به همکاری‌های بین‌المللی را در تطبیق لایحه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی در تاجیکستان تاکید کردند. در برابر این صحبت اطراف پیشبرد همکاری‌های سودمند در چارچوب مکالمه آسیا مرکزی کره صورت گرفت. در جریان صحبت جانب‌ها همچنین اید به مسائل الهیده روزنامه بین‌المللی مبادله افکار انجام دادند.